بهادر اوراقوف در قلب ما، در دل و دیده همدهگان ساکنان ناحیه کشانیان جاویدان میماند. یادشان گرامی بود. تشکر. در حقیقت در گذشت بهادر اوراقوف یک رویداد بسیار تکان دهنده برای همه ما بود. ما اگر ببینید در فیسبوک، در شبکه‌های اجتماعی، هر نفری که امروز آمده نتوانست، البته تعزیه خیلی زیاد هم رسانیدن، بسیار هم غمگین شدن از این چیز. از رهبریت ولایت ختلان، خودی شخصا محترم رئیس ولایت ختلان هم همدردی عمیق خودشان را به اهل خانواده بهادر اوراقوف رسانیدند. تمام شهر و ناحیه ها، رهبران شهر و ناحیه ها، هر نفری که بهادر را میشناختند، با کلام وی آشنا بودند، طریق روزنامه استر همدردی خودشان را بیان کردند. امروز اینجا استاد سیاف مزراب، سردبیر روزنامه استر که بهادر اوراقوف گویم در همین روزنامه همچون روزنامه‌نگاری معروف شناخته شد، اعتراف گردید، با ما حضور دارند و من با کمال احترام سخن را با استاد سیاف مزراب شیخ نعمت الله مرد ولی زرابی هامانی کرمانی بلجوانی 4 مصرع اندر مدحیه مرگ دارد. میگد که کجا شد صدر و بدر هر دو عالم، محمد بهترین اولاد آدم. همه رفتند ما از پی روانیم، همانا از شمار رفتگانیم. این اشاره به همون آیه کلام الله هست که خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. من آفریدم مرگ شما را و از مرگ شما زندگانی شما را، و فردا هر یک بنده ای که من آفریدم با اعمال حسنه خوب و زیبا بر پیش من حاضر میگردد. برادر گرامی ما بهادر جان اوراقوف که فرزند ماست، فرزند من است، فرزند SSR است، چون که در SSR رشد کرد، نمو یافت، همچون شخصیت حضور کرد و از ظهوری مبارک خیش یک پیک برات، پیک نشاد به عالم ژورنالیستیکای ختلان و تاجیکستان آورده بود. محض در SSR پرورده یافت، پرورش یافت و تمامی درد و غصه و پرابلم و مشکل یکایک شما را نوشته میکرد و در گازت SSR چاپ مینمود. همه وقت با شما بود. انمون عمل حسنه ای که خدا میگوید این خدمت به خلق است. او خدمتگار شما بود. و ببینید که امروز درباره آزادی مطبوعات هر دشمنای ملت هر چیز میگویند، و اما در روز مرگ بهادر رئیس ختلان، رئیس کشانیان، رئیس باختر، رئیس شهر کلاب، جمله رؤسای شهر و نواحی ختلان که همه اشان را تنقید میکرد، اما تنقید که سازنده بود اظهار تسلیت کردند. من موظفم به سمع شما برسانم که همین حالا ما در جنازه دیگر بودیم. اکای حسن اسدالله زاده رئیس آریان بانک که به واسطه با نوشته های بهادر آشنا بود، تعزیه خود را، تسلیت خود را به یکایک شما رساند، به اهل پیوندا رساند. خدا رحمت و مغفرت کند برادر گرامی ما را، فرزند SSR را، جاد جنت و دیدارا به قیامت. بهادر یکی از گل‌های بود که امروز را طور میگویم یک پسر از پدر میپرسد که چرا بهترین آدمان ما رو ترک میکنند، میروند، خدا آنها را میگیرد و میگوید تو اگر به گلستان وارد شدی درون گل میچینی، اول شده گلی از همه زیبا را میچینی. بهادر هم در جامعه ما، در جامعه ما ژورنالیستان هم همین گونه یکی از گل‌های همین جامعه ژورنالیستی بود. اگر یگان کسی درس خوند، من معلمه از نام
اتفاق ژورنالیستان کردستان خرما سفرزاده رئیس سازمان ولایتی آرزو می‌کردیم که در دائما در خرسندی بهادر باشیم. آرزو داشتیم که در توی خانه‌دارشوی فرزندانش شرکت کنیم. متاسفانه عشق یک لحظه به میزبان باور است، فرصتی اون همین مقدار است. و امروز در گذشت بهادر جان یک تلفات کلان نه تنها برای ژورنالیستیکای ولایت ختام، برای ژورنالیستیکای جمهوری تاجیکستان. زیرا بهادر شخصی بود که درد دیگران بود، پیوسته نو بسته از سیر و سال از کسب خود درد همگان را بهر بهبودی روزگار همگان کوشش می‌کرد. در هر یک نشست ها از رئیسان شهر و ناحیه ولایت فقط برای بهبودی سوال می‌کرد، فقط پرابلم های می‌برداشت که جامعه سالم باشد، جامعه خوب شود، روزگار همگان خوب شود. البته در برابر پیشرفت کمبودی‌ها هست، ولی تنها نگاه و درک قلبی خیلی 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 نازک و دوربین در کار که این کمبودی‌ها را پیشنهاد کند تا که جامعه ما باز هم خوبتر و زیبا شود. بهترین انسان بود، بهترین ژورنالیست، بهترین پدر. فرشته از روز تولیدش ما ندیدیم این فرشته را، تمام دنیا دید فرشته را. تا به امروز این مهر نسبت فرزند، مخصوص نسبت دختر، این از خود بزرگا از گذشته و از پیامبرای ما آمده است و همین خیلی پدر مهربان بود، شوهری خوب بود برای زوجش و قلمی خوب داشت. خداوند دنیای آخرتش را آباد کند، جایگاهش جنت باشد. از نام اتفاق ژورنالیستان جمهوری تاجیکستان و اهل خاندان، پیوندان، همکاران اظهار تسلیت خویش را می‌رسانم. جایت بهشت باشد. بهادر اینجا در برابر همه دوستان یکی از نزدیکترین دوستان بهادر آرزو جان، آرزوی کریم حضور دارند. سخن شما بگویید. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد در عشق، ثبت است در جریده عالم دوام ما. هیچ وقت آرزو نمیکردم و فکر نمیکردم که در پایه تابوت بهادر سخن مرثیه بگویم. خیلی سخت است، چون ما مناسبت دوستانه و همکاری زیاد داشتیم و جامعه ژورنالیستی در واقع وقت در تاجیکستان ژورنالیستی را از دست داد که دلش به قلمش یک بود. وقتی ما کسی را تنقید میکردیم برای خوش قبول نمیکردن. وقتی بهادر تنقید میکرد خیلی ریالی بود و سخنش در دلش نمیستاد. همه راهبرا و منصبدارا او را با چهره گرم قبول میکردن و همه وقت حسودی میکردن که بهادر اینقدر سخت میگویی بود، تو را زیاد دوست میدارن، قبول میکنن، چون که سخن به قلمش یک بود. صد افسوس که امروز در خانه با رنج ساخته و مدت طولانی اخیرا بار مهمان هست. روحت شاد، منزلت آباد، دیدارا در قیامت. دوستان ارجمند، در نهایت بار دیگر برای حضورتان عرض سپاس میکنیم. من بوده اگر خیلی در جریان کار میشد بعضا سخنهای و ما البته از بهادر که یک شخصیتی بسیار هم نیک بودند، شخصی بود که قلبش پاک بود، همیشه حرفی داشتهش را در روبروی آدم میگفت، هیچ وقت از پشت نمیگفت و این یکی از خصلت‌ها و یکی از صفت‌های بسیار خاص ژورنالیستی واقعی هست. هرچی از ما گذشته باشد از وی عذر میپرسیم، هرچی گذشته باشد هم باور دارم که ما همگی میبخشیمش. الویدا دوستی عزیز، الویدا، الویدا. خدا رحمت کنه. بیا بچه ها گیرستیم.
insanlar hamleyi tacip olan ki lakin zaman این خیلی رو کنیم کاری حاضر نیست باشه این شخصی توانا شخصی خوب خدای غفور هر کس خیلی آبرو نمیتید یکی آبرو با خیلی بردن هم کاری حاضر نیست کار شوخی ندارد البته خدای غفور همه ما و شما را موکل کرده است وقت داده است مهلت داده است از بین مهلت یک ذره زیاد هم هیچ کس نمیتونه استقامت کرده یک ذره کم هم نمیتونه استقامت کرده حالا همین اینجا با در صوبه این آدم بسیار است یک حسابی کرد حساب میکنند اگر این هست که حساب حق العبد هست حق الله هست البته حق الله را خدای غفور به علم خدمت میبخشد او خود بخشنده مهربان است و همه صورت است اما حق العبد چیز است کسی از کسی رنجیده است کسی از کسی یکم تنگی قرضدار هست معاملات زندگی ده همین ده اگر به شرطی که کدام که از این کس یکم تنگی گرفته است این جای شرم حیا نیست و یکی من قرض دارم اگر به شرطی که این کس کدامی باشد من اینجا به هست برادر است رفیقای نزدیکش اینجا بسن میکنم اینو همش مکلف میشن به کلمه این کارو میکنن اما اگر همه این خالص باشد جنازه این را خواندن بسیار ضرور است که جنازه بخونید در حق دعا کنید برای اون که هر در قیامت انسان از قبل میپرسند اگر اولی روز قیامت روز نماز باشد اگر یکی این قرض اگر قرضدار باشد یک گام جنازه قبول نمیشه نزد خداوند اگر از کسی رنجیده باشد اگر همون آدم آمده بگه خیلی من همین آدم که من بخشیدم یک این کس در همون فرد قیامت جواب سوال میده ما پیشوای ملت ما سوکن الان 80,000 گریزه را خود بسته آوردن ما باید سخن کتی ما برادری خودمان رو بخشیدن نمیتونیم اگر رفت هیو برادر ها یکم سخن در این خیلی خلاده یک کم داری های خیلی کسی ممکن است همسایه گری های هم کسی ممکن است اما باید که ما و شما ببخشیم اگر بچه نبخشیم خدا ما رو نمیبخشد خدا ما نمیبخشد این بندی خدا است ما بندی خدا هستیم دعا میکنیم خدای غفور پیشوای این دادری ما را رهبری ما را روشن گرداند ایمان همراه کند این برنامه خندانجی این بزرگا این خندانجی این رفیقای ما همش انا منا سیاست کاری بسیار بخواد باوی میرا با مدرسه این کس آدم بیشتر با دین نیست کرد ما این کس نمیشناسیم سردبیری وظیفه من است سیستر است بسیار کسی خوب است اولاد خوب است برای داخل هم تو خدای غفور این کس هم خدا با کمالی پیروز برساند انا برنامه خندانجی شما به هر یک خدمت میشناس سواد در نام اعمال این اکیما خداوند دادرمون نوشته گرداند پیشگاش را روشن کنه ایمان همراه کنه اللهم ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار برحمتك يا رب تو رفتی از بر من قبله من پدر جانم
بسد آهو فیغان از کلبه من ای پدر جانم. تو رفتی از بری من قبله من ای پدر جانم. بسد آهو فیغان از کلبه من ای پدر جانم. تو می سوختی زی داغ هجر فرزندت، جگر صد پاره کردی داغ کردی ای پدر جانم. تو می سوختی زی داغ هجر فرزندت، جگر صد پاره کردی داغ کردی ای پدر جانم.